از کجا بفهمیم که کیست تخمدان داریم یا نه و اینکه چه علائمی داره که و به دکتر مراجعه کنیم یا خطرناک هست یا نه، تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. اما ببینید کیست تخمدان چه علائمی داره. کیست های تخمدان اینطور نیستش که همه این علائمی که الان بهتون میگم همه داشته باشن و حالا تو همین یه چیز باشن. ممکنه یه سری واقعا هیچ نوع علامتی نداشته باشن، نه دردی و نه هیچ علائم دیگه ای، اما ممکنه یه سری همه این چیزایی که میگم رو داشته باشن. اولی و مهمترین چیزی که خب هممون شک میکنیم که کیست تخمدان داشته باشیم اینه که خب پریودهای ما به هم بریزه. یعنی ممکنه که قاعدگی شما در طول مثلا چند دوره به هم باشه، یعنی چند ماه پریود بشین، 2 ماه بشین، 1 ماه نشین اینجوری، و یکی کلا پریودتون قطع بشه. دومین علامت اینه که شما ممکنه احساس درد داشته باشید، درد توی ناحیه زیر شکم، مخصوصا سمت چپ یا راست. و سومین علامت اینه که ممکنه شما احساس احساس نفخ و سنگین زیادی داشته باشی. و چهارمیش اینه که احساس حالت تهوع و استفراغ که معمولا به ندرت ایجاد میشه. و این علائم خب توی افراد خیلی زیادی ممکنه دیده بشه که ما بهشون میگیم که حالا شک میکنیم که شما ممکنه کیست تخمدان داشته باشید. حالا اینکه کیست های تخمدان تو چه افرادی دیده میشه؟ افرادی که حالا معمولا با افزایش سن بیشتر میشه، کسایی که حالا به بیاستگی نزدیک شدن، کسایی که ممکن توی بارداری حالا یه سری کیسا داشته باشن که هنوز توی بدنشون وجود داشته باشه، و افرادی که مشکلات هورمونی دارن، مثل حالا افرادی که حالا مثل PC ها و کسایی که بیماری اندومتریوز دارن. حالا ما کجا بفهمیم که حالا این علامت ها رو داشتیم یا اصلا ممکنه یکیشو داشته باشیم یکیشو نداشته باشیم، یا اصلا چه کلا هیچ علامتی نداشته باشیم؟ از کجا بفهمیم که کیست تخمدان گرفتیم؟ مهمترین علامتش اینه که مهمترین چیزی که ما باید حالا مطمئن شیم که شما کیست تخمدان گرفته اینه که اولین مرحله باید به پزشک مراجعه کنید و پزشک براتون سونوگرافی و آزمایش بنویسه و توی این دو متوجه میشن که شما کیست تخمدان دارید. و اینکه حالا ما چه زمانی کیستمون خطرناکه و باید حتما پیگیر باشیم که حالا خدا نکرده به جراحی کشیده باشیم. اینکه اول کیست ما از نوع سرطانی باشه که معمولا میتونه نادره، و اینکه حالا ممکنه کسی حالا کیست اون بدخیم باشه، و کیستایی که خیلی بزرگن، معمولا بزرگتر از 5 یا 10 سانتن، و کیستایی که معمولا درمان نشدن و طول خیلی مدت خیلی زیادی شما درگیرش هستین. در صورتی که این حالا این علائم ما رو داشتین، با حتما با پزشکتون مراجعه کنین که ممکنه کارتون به جراحی کشیده میشه. و اینکه اینو بدونین که لزوما چیزی که گفتم به این معنی است که شما 100% دچار کیست تخمدان شدین. شما حتما به پزشکتون مراجعه کنید، طبق علائمی که دارید براتون آزمایش و سونوگرافی بنویسه، و حالا در صورت وجود حالا نوع کیست باید مشخص بشه حتما. خب ما انواع اقسام کیست های مختلف داریم. خب یه سریشون نیاز به جراحی داره مثل درموید، و یه سری خب نه واقعا نیاز به جراحی نداره و با دارو رفع میشه. بنابراین حتما به پزشک مراجعه کنید و خودسرانه هیچ دارویی استفاده نکنید و برای خودتون تصمیم نگیرید به دچار استرس و اضطراب نشید. امیدوارم که براتون مفید باشه. هر سوالی داشتید من در کامنت بهتون پاسخ میدم.